خلیفه چیکار با باز آمدی؟ 25 روز از ماه رضا تر میشه تو صبح دستوری ما رو برگردادی. خیلی چی بیتم؟ همین روز آخره خو بگی دستوری اون چیز دیگه بیتی که بخوری. تو هم راست میگی بچیم، تو هم راست میگی. برو امشب جای برگر چپس بده. خلیفه تو انسانیت داری نداری ها؟ خانم از گپ نو خبر شدم راست از دروغ. چیگه؟ مگه تو دورسین فرید رفتی پدرش لا تو کوب کردی؟ بابا صاحب ما خراب کرد. خب چه خاطر خیر از دشش درک میکنم دختر خو نداد دیگه. از خاطر نیست گوشت کم انداخته بود. بچیم تو چقدر آبرو ریز هستی بالا؟ هیچی آبرو ریز. هم دختری خدا نمیتونم گوشت کم میندازه. چه بخواین چه نخواین پسر عاشق اینن. بچه کاربار نمیکنی رشخندی میکنی هفتگی تو پایین میکنیم کار میکنی کار کنم میکنی برو گم شو برو کار نمیکنم برو والا ناقی گپ زدیم کار ما خودمی آدم بند است من پر از غم و رفیق حالم خیلی بده بچه بیا هیچ میگم بین خلفه و شاگرد دیگه پا میشه نره لالا باز یک گلاس چای خمره نه چای مای نیست نمیتونم خیر لالا کم میتونم کم پول نمیگم صحیح روی بسیار توش نسیم با ولی همی ساعت چند در ساعت همی وقت حسون کدام بوده؟ خلیفه چی گپ شده بچه چرا ورخطاسی؟ این مال از بیرون آمدم این موتر دو بچه رو دستور بالا که بوده چی میگی؟ بریم کجا است بریم بیا تو صبر او بچه بیا دیگه تیز شو برو بچه کجا میبری مرا او بچه صبر کجا میری تو؟ همین نمبر پلیت هم زیر نگرفتی کجا میری تو؟ پشت نمبر پلیتش نگشت در پشت موتر نشته بود موتر مکتب بچه تو چرا قلعه دارم؟ چرا بیا سلام علیکم بابا وعلیکم جانی پدر آمده بخیر سر قولی تاستی دیگه باب خواهدیم جانی پدر دوازده خودم من گرفتم ولی زن میگیری چی نمیگیری بچه اول خانه را پرزن کن بعد از اون فکر زن کن ما دقانی شده مردم تو در فکر زن هستی آقا بچه هم زن سیری چند است یعنی زن چی میکنی؟ در چند سیری خانه پر میشه